بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر، ممنونم از آقا علی ابن موسی رضا که کمک کرد ما تونستیم این اولین 3 امتیاز خارج از خونه رو بگیریم. من تو هفته‌های گذشته هم گفتم تیم ما رفته داره بدنه و پیکره خودش رو پیدا میکنه و بچه‌ها روز به روز دارن با هم دیگه هماهنگ میشن و این برد حاصل 3 ماه کار گذشته است، روزهای گذشته. موفقیت قطعا یک شبه به دست نمیاد. تیمی که توی نیم فصل اول پاره پاره بود و هر کاری که تونستن تیشه به ریشه این تیم مردمی زدن، نیم فصل دوم آروم آروم جون گرفت و این بازیکن‌ها نماد پایداری، نماد غیرت و نماد ایستادگی بودن. هر تیمی بود کیف رفته بود. من واقعا دست تک تک بازیکنامو میبوسم. این برد فقط به بازیکنام تقدیم میکنم و به هوادارا. این برد مال کسی نیست، هیچ کس تو این برد خودشو شریک ندونه. این برد مال اعضای تیمه، مال یکدلی و یک پارچگی که توی 1 ماه گذشته به دست اومد. ما توی بزرگترین مشکلاتمون داریم غرق میشیم، اما پا پس نکشیدیم. میدونین چرا؟ چون ما گیلانی هستیم، ما یاران میرزا هستیم، تا آخرین لحظه محکوم به جنگیدنیم. چرا؟ چون اینو مردم و استانم از ما میخواین. وقتی که قبل از هر بازی تو عزودی، تو جهنم عزودی، مردم میگن میجنگیم، ما هم حق نداریم پا پس بکشیم. ما به هیچ عنوان نباید تسلیم بشیم، به هیچ عنوان. ما تا روز اولی که نیم فصل مجدد برگشتم، به خواسته هوادارا برگشتم، خب گفتم سوت پایان بازی سایپا به لطف خداوند و تلاش همکارام تو کادر فنی، حمایت هوادارا، ما توی لیگ میمونیم. الانم همچنان به همون قولی که دادم وفادارم. اما ما هفته هاست که مشکلات زیادی رو داریم. ما سرپرستمون، کادر فنیمون، ما یه تغذیه نداریم سر تمرین. این بدیهی ترین مسائلی که یه تیم میتونه داشته باشه. اونم چه تیمی؟ تیم با اصالت و ریشه‌داری مثل داماش که 2 تا فینال حذفی کشور رو تجربه کرده. داماشی که توی استادیوم آزادی تهران استقلال و پرسپولیس رو اونجا میبره. شما نگاه نکنید که الان مدیر عامل تیم قهرمان به لهجه ما مسخره میکنه. ما با افتخار میگیم گیلانی هستیم، لهجه هم داریم، چون لهجه اصالت ماست، لهجه هویت ماست. ما با همین لهجه جلوی اجنبی موندیم توسط میرزا کوچک خان، با جنگلی ها. این بازیکن ها، این تیم حاصل همونه. الانم دارم میگم باید مشکلاتمون حل بشه. آقایونی که مسئولیت دارن به تعهدات خودشون عمل کنن. بازیکن رو من با التماس دارم میبرم جلو. بازیکن رو، این بازیکن با شرف 30% پول گرفته. حسین ابراهیمی بازیکن لیگ برتری ما که تو نیم فصل دوم به جمع ما اضافه شده، فکر کردین تا الان چقدر پول گرفته؟ 20% پول گرفته. حسین ابراهیمی با کمترین قرارداد برای شهرش اومده، ولی قرار نیست که ما این بچه ها رو له کنیم. ما خودمون کادر فنی ما ها حقوقی نگرفتیم. الان تیمو داره، کادر فنی داره تمریناتش رو پیش میبره. تا چه اندازه میتونیم؟ ما هر بازی داریم خودمون رو میخوریم. سر تمرین ما کوچکترین امکانات رفاهی نیست. تا کی؟ بازم اینا دلیل نمیشه که تیم داماش سقوط بکنه. اینا دلیل نمیشه که ما بازی رو ببازیم. این سنگا پلی میشه که ما بریم به سمت بالاتر. ایمان داشته باشیم روز دوشنبه با کمک هوادارهای با معرفتمون دوباره عزادی رو با 3 امتیاز جشن میگیریم و این فصل رو میمونیم. ایشالله مسئولین عزیز، مالک محترم، به فکر فصل آینده باشه. این فصل تموم شد. این فصل ما اومدیم مفت مجانی کار کردیم، اشکالی نداره. نوش جان مردم شهرم، نوکرشون هم هستیم، ما سرباز اون شهریم. علی نظر محمدی، محمد رضا مهدوی، حمید سجادی، مصطفی حاجتی، محمد میرترابی، حسین مصطفی زاده، میثم وطنخواه، اینا بچه های اون شهرن.
محمد میرترابی دمش کرد، ممنونش هم هستم. ما سرباز اون شهریم، هر موقع به کمک ما نیاز هستیم، اما این دلیل نشه که چون ما با کمترین شرایط به خاطر مردممون تحمل میکنیم از شرایطمون سوء استفاده بشه. ما دوست داریم که با ما با احترام برخورد بشه، دست همه رو میبوسیم، دست همه رو، همه کسا. تا الان اون کسایی که برای این تیم هزینه کردن من دست تک تکشون رو میبوسم، دست مسئولین ما رو میبوسم، اما از این تیم حمایت کنن. اینجا در لحظه آخر از شهردار محترممون جناب آقای دکتر شوقی، اعضای محترم شورا که همشون فوتبالی و ورزش دوستن و حامی و یار 12 من از اینا انتظار دارم که تا قبل از بازی با سایپا مصوبه عملی بشه، ما بتونم به بازیکن‌ها پرداخت بشم، شرمنده این بازیکن نشم. امروز این بازیکن غیرت گذاشت، ما هیچی نداریم که بتونیم با مسائل پشت پرده موفق بشیم. ما هرچی هستیم فنی تو زمینیم، ساعتها من و همکارام داریم تو تمرین تلاش میکنیم، تو جلسات فنی بازیکنام ساعتها دارن زحمت میکشن تا به این شرایط برسیم، وگرنه داماش کی سقوط کرده بود. یعنی میخواستن که داماشو سقوط بدن، ولی هر موقع ما را دفع کردن ما بذر بودیم، رشد کردیم. این یادشون باشه، کسی نمیتونه داماش رو دفع میکنه. داماش دفع کردی بذر میشه، دوباره رشدی میکنه، قامتی میکشه که هیچکی دستش بهش نرسه. ممنون همه هستم، کام کسی رو تقدیم میکنم. این برد باز دارم میگم تقدیم به هوادارامون که هفته گذشته کامشون تلخ بود، از استادیوم رفتن بازی با گشتاران، و به بازیکنهای با شرفم و کادر فنیم تقدیم میشه. دست تک تکشون رو بیبوسم. خدا نگهدار.